امروز قرار سوغاتی خورون را بندازیم. اونا سوغاتی خورون کرمون. البته فقط و فقط قرار سوغاتی کرمون رو بخوریم. اونایی که خوردنین. البته بعضیشون هم دودیان. به همراه برادران علی و یکی دیگه کی؟ پرهام. سلام کن. سلام. آقا الان دقیقاً مرکز شهر کرمونه و واقعا نچره ویدیو دارم میگیرم. مرکز نیست. اینجا مرکز. یه ثانیه خفش. آقا جایی این که تمام توریستا برای بازی عشق کرمون میان. درست یا نه؟ چرا دیگه درسته؟ بگه اینجا بازار کرمونه. آقا اینجا بازار کرمونه. ولی قبل بچا الان یه کلمه کرمونی بگن که هیچ کس نشید باشه. اگه این کلمه من میگم بگیش تو واسط یه قوتو میخوام. خب بگو. برو تو وامس. برو تو واین استا. خیلی راحت. برو تو وامس. یعنی چی؟ برو تو وام. برو یه راه من وای نستا. کلیاماکو. کلمه خیلی باحالیه. آقا کرمون خیلی کلمه رندوم واقعا زیاد داره. حالا یه سوغاتی میگن که بعید میدونم تهرونی خودم اول میگم چنگ مال. تهرونی واقعا نه چون هیچ جا پیدا نمیشه معمولا. تو چی؟ حاج بادو. بابا حاجی پسته بچا حاجی بیس مال کرمونه. حاج بادو. حاج پسته. حاج بادو. مهمترین چیز میدونید چیه که دارن دزدی میکنن از همون فالوده کرمانی. آقا یه ثانیه واسه ما با عنوان کرمونی واقعا مخالفینی. فالو کرمونی بهتر از فالوده چیه؟ یزده. یعنی چی بهتر؟ مال کرمون است. آقا نه اصلا حاجی کلا یزده دارم ما رو میدوزن. آره. آقا کرمونیا کلا تو سب جونم. خطاب مال یزده. راست میگی حاجی. خطاب مال کرمون دزدیدن. آقا آقا میدونم یزده خیلی بالا ولی یزده ناموسن دزدی میکنه. بریم آقا میدونی چیه؟ یزد مال کرمان بود کلا. ناموسن. ولی کافه های بازار کرمون دارن کار قشنگ میکنن. یه سری آیتما میارن که مثلا توش سوغاتی. الان مثلا داریم میریم چای کلمپه بخوریم، بعد میتونیم بریم مثلا آیس قوتو بخوریم. باورت میشه؟ یه چیزی میگم بچا آیس قوتو الان توی ثبت به حساب خوراکی ایرانی کلا قوتو و چیزای نوشی قوتو ثبت شده. با ولی زیر جای میشه داشته باشه. نه ولی بادمجون من واقعا سوغاتی خوبه. چرت آفت نداره بادمجون. چی؟ کافه اولیه بسته است. کلا تغییر دکوراسیون. بریم دومی. بریم بعدی. بابا زیاده. راست میگی چقدر زیاده حاجی شت. بزن شما بدم. بچا اون کافه اونجاست. نه دقیقاً بالا انگشت من. علی برو شما علی بدو اونور. بدو همونی بود. بابا اون علی اونه. سوغاتی کمون چی دوست داری؟ من سوغاتی. حالا چه میگم یه سوغاتی هست میدونی مال کیه قدیمی ترین مال زمان محمد خان قاجاره. بعدش باورت نشه بعدش بهتون میگم ولی الان میگم بچه‌ها واقعا کرمان اصلا ترند شده انگاری. هر هفته یه برنامه دقیقاً اینجا میزنن. دفعه سالار عقیلی و ماکانبند اون امیر جون اینجا داشت کنسرت میگذاشتن. الان کلا بس برق الان میخواد کی بیاد؟ هادی عامل. خدا قوت پهلوان. آقا هادی عامل فکر کنم بزرگترین پهلوان کرمونی آواش نه؟ کرمونی نیست ولی که هفته بعد بدونی کی میخوام بیارن؟ کی؟ جان پهلوان کلارزا تختی. پشمام وجد قبل قرابش اسکیتش میارن. مدیار میم غلامرضا تختی برام بذار. باز دوباره این میم مشکل ندارم. به انتخاب خودت. مدیار میم دو تا سیاه‌پوست گیو بذار. آقا اولین سوغاتی که می‌خوایم بخوریم کلمپه هستش. واقعا بهترین حاجی تاپ ترینه و قوتو بودن چون بسته بود. راست میگی. بسته بود. آقا قوتو فکر کنم 90% تون اولا که اجرا میخونینش بعد اجرا مینویسینش. ق و ت و قوتو هم نیست قوتویی. نه دو تا و داره. راست منش بگو. باز دوباره بچا سوغاتی اصل کاری آخره که اونو میذاریمش آخر. اون اصلیه رو نزنیم و اینا قیافتو میشه. آره بچا قیافه دقیقاً اینطوری میشه موهاتون میریزه. ته همین بازار به اون میدونش. بس است. ما توی که داریم رژیمیه. بچا من شیک نیستم. خیلی قوتو خوشم نمیاد حقیقتا. شیکش خوشمزه است. آقا من شیک. یه شیرخوابود یه شیک. یه شیک نه که من علی چی؟ من چی؟ یه آرسخوابود. فرام چی خرید؟ فرام چی خریدی؟ زنجبیل؟ این چی گرفت؟ این معجون زنجبیل یه مدت تو تیک تاک خارجی ترند شده بود که همه می‌خورد. زنجبیل آقا برو رضا پیشرو زنجبیل خالی گاز میزنه. آقا سلامتی تریاکی ها برو. واقعا اولش بدون ولی خیلی انرژی میده نه؟ نمیده اسکو. چرا تو ویدیو تو من هزینه کردم؟ چون وظیفته. ببین آقا میخوام اینو برم بالا. خدا قوت پهلوان. میخوام یه زنجبیل سنگین بگم برم بالا. حرف را گفتن زیاده ولی میترسم به جای کمرت دلت بشکنه مهربون. سیاسفیدش کنم یا نه تریاکی. ما خراب رفیق بودیم غافل از این که رفیق تو فکر خراب کردن ما. خورا من نمیدونم اینا برای چی اصلا اسم خودشون گذاشتن یوتیوبر. به نظرت پرفروشترین سوغات کرمون که هر ایرانی هر سال ازش میخورد چیه؟ کلمپه. نه نه قوتو. نه بخشید
ها پسته قوی ترین. حالا پسته آوردم. پسته. آره دمت گرم آجی آیکیو. چون بچه خیلی عوضی بودین آقا براتون سوغاتی کرمون آوردم. تمام ایران هر ساس سفره‌شو از اینا دارن. به ما نداره. خدا ما سه سفره اینا بعید میدونم. آره. به او حالا رو شیک دیده بودی آرتیزان. آجا تاتوام چقدر شبیه اینا. آقا یه سایه وایسا برام تست کن. واقعا مزه قوتی میده. خوب عالی نه واقعا عالی. یک تا یک با شکره. بچه این کافه واقعا نظر رو عوض کرد. اسمش چیه پرام؟ لوپ. بچه کافه لوپ. آدرس میدونم. یه چیزی بگم من اینو شنیدم مثلا بقیه شهرها فکر می‌کنن قوتو رو حتما باید مثلا با چای چیزی بخوری ولی خالی هم اون یه چیزی که با چای میخورم. چرا چونی ما میخورم؟ من این لیست می‌زدم شما میتونستین ها من میخورم. با خدا من بود. آره با پاد علی با پاد بخوام. علی بریز لو انگشت پاد بخوام. من رژیمی نمیخورم. خودم بهت میدم. نه من آقا اصلا من بهتون میدم. میدونم تو همه ویدیوهاش یهو قاشقو میکنه تو دهنم و احساس فان بسیار زیاد محیط بازی. علی شب جبران کنش. رفت کوین حاجی میدم چی میده؟ شکلات. 1 تا 10. 10 منم عالی 10. بریم بعدی. دهنتو باز کن. نه بس برو چشم از چشم برو. قوه تو واقعا ناشناخترین سوغاتی کرمونه. خدایی خیلی حاجی کیکی از اینا واقعا اوورریتدن ولی قوه تو اصلا آندره خدایی. میدونی چیه اصلا؟ بچا 2 تا هدیه بهمون دادم بازم میگم واقعا نمیشم ولی خب باید کافه رایگان ساخت. تو فکر کردی مگه منی؟ بچا پرهام فکر میکنه بهش که بلاگر ناراحت میشه. بچا پرهام بهش شده آدم سمیه. بابا داد میزنه تو جمعیت. آقا من اینجا بلاگرم بچا آخرین ویدیو سال کلا آدمیه که چشم میدیده منو نداره اصلا نداره. این آدمه راست میگی. این فرشته است. ابن سوغاتی بزنید میرسه. قایم جون بعد. نه کرمون زیره بچا زیره نمیدونم بعضی میدونن چیه با پنیر معمولا میخورن و خیلی هم چیزا گرون معمولا تو برنج میکنن. تو برنج هم میدونم پنیر هم میخورن. بعضی هستن زیره به کرمون میارن و این کار بسیار اشتباهیه. دقیقاً بچا مثل کار نکنید. ببین خب چیزن وای خیلی زیاده. کیلویی دارن؟ آره فهمم. درت 50 واقعا نمیخوام. بچه میخواستم کم بخوام ولی یه بس رفت تو کماچ سن دقیقا مثل چی میمونه؟ آفرین مثل دخترون هرچه بیشتر مونه با ارزش داره. نه میمونه خراب میشه. نه اسکم اصلا خوشمزه نیست. وسطش خورما این چیزا تو را دونه واسه مثل زیره امری راه داره. برام که برام خورم می فاتحه این ببس. یکی من میرم دهنت بیا. نه نمیخوام. مثل روزه. خب یکم تلاش کنین دوستان عزیز. یه چیزی اختراع کنین. نه که بریم برداری مثلا این کیف من اینو برمی‌دارم. این کیف یزدی. دیگه اصلا کلا نجات پرستانه اینا صحبت نکنید. ولی جدی فکر کنم خود کلمه یزد اینجا دیگه برداشتن. راستی اگه یزد اسم واقعا شما اسخای میکنم خیلی بی‌ادب من. آقا یه چیزی میگم خدای بیا بریم. آجی سوغات از یه بار خوبه ولی سوغات شیراز چیه؟ 2 بار بریم. نه صدها بار خوبه. چیه؟ خلاص؟ نه دود سینا کشفش کرده بود. بابا شراب شیراز. وکیلای رازی منظورت؟ ها آقا الان خواهی سراغ اصل کاری ترین سوغات کرمون بهش میگه تل ولی قبلش برو تو ماشین توضیح بهتون بدم که کار خیلی ترسناکه واقعا. رفت چی بگیره؟ من گفت چای چیزی میگفت این گفت میخوام بریزم تو چای بخوریم. یه چیزی بگم تل چیه؟ قرقرود؟ وای مامانم میگفت با هر کسی نمیدونم میخواد چیکار کنم. امیدوارم اون حرکت با تریاک رو نزنم. امیدوارم بکن تریاک داشته باشه چون داشتنش هم جرمه. حالا کیلویی چنده؟ تا دقیقی من نری 10 کیلو جابجا کن. کیلویی چند؟ من نمیدونم اصلا چه ربطی داره به ما اصلا چه ربطی به کرمان. کل ایران دارن مصرف میکنن فقط از کرمان رد میشده. آره تو کرمان میگرفتم. میدونم فقط میخوام بدونم کیلویی چند. من نگرفتم. من آخرین بار که گرفتم اصلا نگرفتم. 100
الان داری 3 ساعت چه غلطی بابا به می‌کنی؟ خدا یارو بچه چای رو دستش تمام مثلا دلم راست بچه الان میخوام سوغاتی اصلی رو کنم. آقا کرمونه سوغاتیشون این نیست خدایی، بهش میگن تریاک شیشه، نه باشه شیره. بچه بنظر اولین بار تریاک شوری خورده شد بیا توسط یزگر سوم کنه. آقا اولین باری که کرمونه تریاک شینه برمیگرده به محمد خان قاجار که دودولش رو با چاقو بریده بودن و کرمونی هم ماشاءالله خیلی آدمای مسخره کننده هستن، مثل بقیه بچه‌ها که هر لهجه رو مسخره میکنن، سیاه‌پوستا رو مسخره میکنن. دقیقاً کرمونی هر صفاتی رو دارن و محمد خان قاجار اومد چشمای هم رو کند و بهش تریاک داد. داشتم میگم آقا کار خوب نه کار خوب اصلا 100 نفر مسخرهش کردن، 200 نفر مسخرهش کردن. بزن اصلا 6800 نفر تو خونه داشتن نون ماست میخورن، چه گناهی آقا کردن؟ تر خوش من میسوزه. آقا یه سری واسه این ویدیو 20 لایک بگیر قرار چیکار کنیم؟ بریم یه هرام 20 لایک چیکار می‌کنی؟ سلام، من صدام گرفته تو ویدیو زیاد نبودم. داد گرفت تصویرت که نگرفته. ولی 20 تا کمه. 40 تا لایک کنین جدی بریم یزد. حتما هزینهش من آوردم. آره دیگه. آره دیگه. خب بچه‌ها آره راست میگه نه. از این آقا، ولی 50 قبلش وایسا 50 علی میدونستی که پرا اگه یکی بده 30 تا لایک بگیر میبره اون شهربازی اصفهان. نه بچه من یه ویدیو دارم رفتیم کوچیک‌ترین تبلیغ از ویدیو خودت نکن. چه خیلی لاشی. بعد من واسه میدون ارگ ازش تبلیغ میکنم. نه توضیح بدم برام. نه بگم آقا من تو اینستاگرام فعالیت دارم، پیجم این فلان میاد پست آقا 20 تا لایک بچه‌ها 20 تا لایک کنن میریم خلیج عرب، 25 تا لایک کنن چیکار میکنیم؟ 20 تا کمه ساله. آقا 20 تا میریم خلیج عرب. آها آره. آره چون دقیقاً وجود نداره، خیلی عرب وجود نداره. بریم میگیری. آقا یه چیزی بهتون میگم واقعا بچه ما هنوز چند تا خوریم امروز سوغات؟ چند تا سوغاتی خوریم؟ یک قوتو، پسته، کلمپه، تریاک. آقا قوتو، کلمپه، واقعا تریاک سوم، کلمپه، قوتو، پسته، گماچ سن قطاب 5 تا خوریم. میدونی 5 دیگه مونده. 5 خرما بریز مونده، حاجی پسته مونده، زیره مونده، سوهانم تازه مال سوهان زرنده میگن مال یه شهر. سوهان قومی است. دیگه چی داریم؟ اصل کاری کرمون مس سوغاتی مس میدونستی؟ اینکه میدونستی مثل ورزشگاه. بچه ساربان من این ویدیو 54 تا لایک بگیره به اسم و حاجز پلاک یزد میری پارت دوم سوغاتی کرمان. نه بس سوغاتی یزد. آره آقا ویدیو 50 تا لایک بگیری سوغاتی یزد. خداحافظ بچه، خداحافظ. خداحافظ همگی، سال خوبی داشته باش.